با سلام، شکوفه دهقانی هستم، فارغ التحصیل رشته حسابداری از دانشگاه نجف آباد. طبق اون افکاری که من داشتم تو دوران تحصیلم فکر می‌کردم که یعنی جورایی ناامید بودم که بعد از تحصیلم بتونم شاغل بشم، اونم به این شکل به صورت کاملا اداری. طریق پویش پیشازی حمایت شدم و دوره‌هامو گذروندم و سرانجام کار من به استخدامی ختم شد و در حال حاضر شرکت افراشوب استخدام هستم. یه تلاش کوچیک فقط به محض که من فارغ التحصیل شدم تلاش کردم برای اینکه شاغل بشم و واقعا دیدم که میشه، همچین اتفاقی میفته. یعنی اگه بخواین و واقعا مصمم باشین براش میتونین که بعد از تحصیلتون فوراً شاغل بشین. به نظر من اگه شما اعلام آمادگی کنین و خودتون رو واقعا جوری هم به خودتون هم به بقیه ثابت کنین که آماده هستین به صورت داوطلبانه که وارد بازار کار بشین، مطمئن باشین که بازار کار شما رو جذب میکنه توی این مسیر.